مثلا من شنیدم بچه‌هایی بودن که گوشی خودشون رو درگیری با والدین شکوندن. یزدانپناه هستم، فرهنگی در منطقه دشتاری، مدیر مدرسه هستم. من میخواستم موضوع بازی‌های مجازی که یکی از آسیب‌های خیلی خیلی جدی برای جوانان نوجوانان منطقه و بخش دشتاری هستش. ما متاسفانه خداوند انشالله هر چه سریعتاً ویروس کرونا رو نیست نابود کنه، از بین ببره، مردم تا از شر این ویروس نجات پیدا بکنن، در امان باشن. نیاز شد که کلاس‌های حضوری فیزیکی تبدیل به کلاس‌های مجازی بشه. البته یکی از نیازهای عصر حاضر هم هست، اما بدون رعایت مسائل فرهنگی یعنی حتما آسیب‌های متوجه منطقه میشه، که یکی از این آسیب‌هایی که من می‌بینم بحث بازی‌های مجازی هست. بازی‌های اینترنتی که دانش آموزان رو من میشنم می‌بینم و شکایت‌هایی که از طریق والدین از طریق همکلاسی‌ها به ما میرسه هست. یکی از این بازی‌هایی که البته بازی مختلفه، ولی یکی از بازی‌هایی که خیلی داره روز به روز داره همه جوانان نوجوانان بچه‌ها رو به دام خودش دست گیر میده اندازه بس بازی پابجی است. اینطوری که من شنیدم اینه که یک فرد میتونه به صورت گروهی به صورت آنلاین با طرف دیگر بازی بکنه و میتونه به صورت فردی دو نفری مثلا بازی بکنه. لیول هایی داره که این لیول ها قابل خرید و فروشه و خیلی از بچه ها متاسفانه به دلیل اینه که موفقیتی در پابجی ندارن در بازی، میان مثلا لیول ها رو خریداری میکنن. طرف مقابلی هم هست میاد این لیول هایی که از نظر مثلا بازی مجازی مثلا فن و مهارت خاصی داره، مثلا لیول بالاتر میاد لیول میفروشه. بالفرض مثلا یک پسر میتونه با یه دختر بازی کنه، بعد صداشو میشنوه، احساسات همدیگه رو میفهمن، ابراز میکنن از طریق این بازی پابجی. یعنی بالفرض مثلا یه دختری با یه پسر، اصلا امکان داره حتی یک مثلا دختر مثلا خارج از کشور، مثلا یه دختر مثلا شاید آفریقا یا دختر اروپا، چین مثلا بازی کنه. فکر کنم شرایط ترجمه هم داره، من نمیدونم چطوری، ولی من شنیدم که مثلا طرف با مثلا یکی از خارج از کشور داره بازی میکنه. ببینید این خیلی آسیب جدیه. بعد این بچه هر جنس چه پسر چه دخترش نیازها عاطفیش از این طرف میتونه یعنی برآورده کنه با این بازی. گاهن مثلا والدین میگن که مثلا بچه‌های ما میشنویم که داره با یه دختر مثلا داره حرف میزنه، صداش مثلا میشنویم و همین بچه تا صبح هم بازی میکنه، تا صبح نشسته داره بازی میکنه و گرفتارشه. اگر بگی بیا نماز بخون اصلا دنبال سراغ نماز انگار نه انگار. یعنی همه فعالیت جسمی، فیزیکی، عاطفی قبلی رو از دست داده. نیز خانواده یعنی در این بازی معنی نداره. از بس که مثلا عصبی میشن، مثلا من شنیدم بچه‌هایی بودن که گوشی خودشون رو درگیری با والدین مثلا شکوندن، زدن به زمین شکوندن. یه خانواده دیگری اومده بود تجربه که داشتن این بود که میگفت که بچه من ماهانه حداقل 1 میلیون 2 میلیون هزینه باید بازی بهش بده. متوجه نبود. بچه‌ها میرفتن خونه میگفتن ما گفتن یه گوشی بگیر، والدین به ما خبر نمیدن، اجبار میکردن والدینشون به زور که یه گوشی برای من بگیرید. الان والدین گوشی رو دادن بچه متاسفانه به دلیل اینه که بعضی بازی‌های نهنجاری که در منطقه رواج داشت کنترل نشد، بچه درگیر و گرفتار این بازی‌ها شدن. مسئله جدی فرهنگی داره، حتی مسئله جدی سیاسی هم 100% خواهد داشت. آسیب‌های جسمی هم خیلی داره. چشم دانش آموز چشم اون طرف رو ضعیف میکنه و آسیب میزنه، به بدنش آسیب میزنه، بیکاریش انرژی مصرف نمیکنه آسیب میزنه، به شرایط روانی اون دانش آموز، اون بچه، اون کودک آسیب میزنه. مطمئنم من چون شنیدم میبینم. آشنا کردن خانواده با آسیب‌های این بازی خیلی ضرورته. بعد ارگان‌های مختلف، ائمه جمعه جماعت، بخشداری، آموزش پرورش، حالا تنها ارگانی که در این زمین داره کار میکنه فقط آموزش پرورشه.
من نمیبینم ارگان دیگری بیاد وارد بشه. بله باید وارد بشن، باید از تریبون مساجد، باید این موضوع، بعد ارگان‌های مثلا ارتباطاتی، مخابرات بیان همچین برنامه‌هایی رو مثلا کنترل بکنن و بیاد مقابل این مثلا برنامه‌ها، باید برنامه‌های جذابتر، بومی شده، متناسب با فرهنگ منطقه باید ایجاد بشه. یا مثلا ورزش، حالا مثلا اداره ورزش و جوانان باید در روستا فعالیتش بیشتر بکنه. متاسفانه ما خیلی ضعیف می‌بینیم. اگر چند جای زمین چمنی هست فقط برای همون روستا چند نفر میان بازی میکنن، یا شاید در سال یه بار مسابقه‌ای برگزار بشه، اما روستا دیگری که حمایت نمیشن در بعد ورزشی و به خانواده که در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ ایرانی بنیان خانواده که خیلی احترام به خانواده و ضرورت هست، ولی ما می‌بینیم که در این بازی ها این بنیان خانواده مورد هدف قرار گرفته. واقعا متزلزل شدن بنیان خانواده، معنی هم نداره در این بازی ها و این کودکان بله خانواده براندازه و خیلی الا ببین بحث حتی فعالیت های مثلا دوستانه بچه ها رو متاثر میکنه. تنها چیزی که من میبینم که مقابلش، حالا این بازی پابجی یه مقداری در مقابلش میتونه بیسته، بحث فوتباله که در منطقه نیاز است که زمین‌های ورزشی بیشتری، گروه‌های سازماندهی شده ورزشی بیشتری باید ایجاد بشه.